فرد خارج شویم، به جمع بپیوندیم، از اقوام عبور کنیم، به امت واحده برسیم، از مذاهب ترقی کنیم، به اسلام برسیم. اون موقع ما نتیجه میگیریم. سختی ها همیشه متوجه راه ملت ها بوده و هست. ببینید شما، واقعا بر ما عیب است، بر کشورهای اسلامی عیب است. آنهایی که خدا ندارد اما تلاش دارد، علم دارد، هماهنگی دارد، به جای رسیده است. ما که خدا هم داریم اما تلاش نداریم، هماهنگی نداریم، دست هم رو نمیفشاریم، به جای نمیرسیم. امریکا بدون خدا امروز خدا آقای جهان ساخته. اروپا بدون خدا امروز بر نصف جهان داره آقایی میکنه. روسیه دیروز بدون خدا 70 سال مردم رو سرگردان کرد. ما که خدا هم داریم قادر نیستیم یک حکومت جماهیر مؤتلفه ایجاد بکنیم. برادران، اسباب و عوامل خیلی مهم است. امریکا ایالات متحده دارد، 51 ایالت یکجا شده امریکا. اتحادیه اروپا اتحادیه دارد، پول خود را واحد کرده است، پاسپورت خود را واحد کرده است، مرزهای خود را واحد کرده است، کل پولها را یورو ساخته است تا به آقایی برسیم. شوروی دیروز اتحاد جماهیر شوروی داشت، لذا 70 سال آقایی کرد. ولی ما از اتحاد جماهیر اسلامی گذشتیم، اتحاد که اصلا در جامعه اسلامی محال است و یا نزدیک به محال. ما حداقل به ائتلاف هم نمی رسیم. ای کاش ما فعلا یک جماهیر مؤتلفه اسلامی داشتیم، چنان مرزها را محکم کردیم که دیگر یک مسلمان از اینجا به جای دیگر باید خلاصه چی رقم عبور بکند با اون خطکشی ها و جغرافی های بسیار محکم. وقتی ما قادر به ائتلاف جماهیر نیستیم، دیگر قادر به اتحاد جماهیر هست. اونا خدام نداره، ما خدام داریم. یک مقدار باید فکر بکنیم. ما انبیا داریم، خط اوصیا داریم، اولیا داریم، خدا داریم، عقیده و معاد داریم. اما وقتی که در بحث علم اندوزی و سواد و کسب تحصیل و درآمدها تلاش نکنیم، به جای نمیرسیم. علاوه جهادگر باشیم. جهاد پیام مکتب انبیاست، یعنی تلاش، کوشش، زحمت. برادران، بی تلاش هیچ کس به جای نمیرسد. کدام عالم شده و تلاش نکرده؟ کدام پروفسور شده و تلاش نکرده؟ کسانی که شبها بیدار میماند، معادلات رو حل میکند، او عالم میشه. کدام ریاضیدان بدون تلاش به جای رسیده است؟ مادامی که به خاطر حل یک عملیه مشتق و انتگرال و آنالیز شبها را تا صبح بیدار می نشیند تا میشه بالاخره یک ریاضیدان، یک فیزیکدان برای اینکه بتواند یک معادله را حل بکند، یک تعامل مثبت ایجاد بکنند، چقدر زحمت ها میکشند. یک شیمیدان ها کذا. خب نمیشه فقط یک این مثبت بی کل مربع را بدانیم بگیم ما فیزیکدان هستیم، ما شیمیدان هستیم، ما ریاضیدان هستیم. نمیشه. این نکته را میخوام عرض بکنم. برادران، در کتاب ها نوشته را هر کس میخواند، مردان است که نانوشته ها را بخواند. در مجلس خطبا و وعا سخن را هر کس گوش میکند، مردان است که نگفته ها را بفهمد و درک بکند. شما باید نگفته ها را درک کنید و فهم کنید و نانوشته ها را بخوانید. من در غرب سفر زیاد کردم، قوانین مکتوب غرب را مطالعه کردم، اما اون چیزی که نانوشته است خیلی بیشتر از نوشته هاست.